تا هنوز 2 مرکز جمع‌آوری شیر توسط تیم پیارتی جمهوری چک در ولایت لوگر ساخته شده است. مرکز جمع‌آوری شیر ملک عبدالله در منطقه کلنگار ولسوالی پل علم اعمار گردیده است. مهرالله مسئول این مرکز درباره توضیح می‌دهد. مردم لوگر و علم خصوص هیئت مدیره کوپراتیو ملک عبدالله جان از پیارتی چک در این موضوع خوش است که تعمیر برای ما ساخته و این تعمیر است که دیگه کدام موضوع سیاسی و مسائل نیست، صرف موضوعی است که برای غریب جور شده و غریبا شیر خود میاره و کل لوگر از این خوش است و ما از زیاد تشکر میکنم به ارتباط. با ساخت این مرکز زمینه کار برای 400 فامیل در این منطقه فراهم شده است. تیم بازسازی ولایتی جمهوری چک در کنار تمویل ساختمان این مرکز دیگر وسایل مورد نیاز از قبیل ماشین‌های پروسس شیر، قیماق، پنیر، یخچال و دیگر وسایل مورد نیاز را فراهم نموده است. این مرکز که دارای 8 اتاق می باشد، مجهز با وسایل مدرن از قبیل سردخانه و دیگر وسایل بهداشتی می باشد. مسلم یکی از باشندگان محل درباره اهمیت این مرکز توضیح می دهد. این مرکز برای ما بخی کار خوب شده، جای نزدیک است، شیر میاره اینجا در وقت که باشم صبحی تا ساعت 7 بجش میرسونیم شیر، به خاطر یگان سهولت دیگه هم شده که ماست کاری میشه چکم میشه، یک چیز کار میشه، یک ضرورت آدم رفع میشه. مهرالله در رابطه با پروسس و مصرف شیر معلومات می دهد. وزارت یتیم بیچاره این مردم شیر صبحی هست، صبح روزانه در بشکا میارن، ایره که آوردن ما نفر داریم، ایره به طول میکنیم در بوداشت ما هر شخص و جدول داریم که هفته‌وار پیسه میدیم، روزانه و 2 جدول میرسانیم و به طور هفته‌وار پیسه برش میدیم و این برای مردم بسیار مفاد کرده. این اکثر مردم گفتم تشویق شده که گاو نداشته گاو بخرن، اقتصاد مردم بلند برده و بسیار مفاد برای مردم و این ما روزانه که جمع کردیم. بعضی کسایی که بازار مارکت مثلا کابل شیر ضرورت داشته برای ما زنگ میزنه که شیر ضرورت داریم، شیر برش انتقال میدیم و ماست نفر داریم اینجا با ماست تبدیل میکنیم، قیماق و ماشینالات احتیاط داریم و به شکل معلیسی پروسسش ماشینالات پیشرفته ما ضرورت داریم که تا به شکل جنگل ما ایره پروسس کنیم. 2 کیلو ماست برید الان روزانه به مقدار 1000 لیتر شیر در این مرکز جمع‌آوری شده و بعد از پروسس به علاوه رفع نیازمندی باشندگان محل به ولایت کابل انتقال داده شده و به مارکت توزیع می‌گردد. قرار است تیم بازسازی جمهوری ولایتی چک 2 مرکز دیگر جمع‌آوری شیر را برای لوگریان اعمار نماید.